ربات تریدری که تونسته $250 رو تبدیل کنه به $1241، حدوداً $1000 سود. اگه دوست داری بسازیش حتما این ویدیو رو ببین. سلام. شاید اسم GPS فارکس ربات به گوشتون خورده باشه. یکی از معروف‌ترین ربات‌های تریدر حال حاضر جهان. من از چت جی پی تی پرسیدم معروف‌ترین ربات‌های فارکس. نتیجه‌ای که چت جی پی تی برام آورد نوشته معروف‌ترین ربات‌های فارکس معمولاً به دلیل عملکرد خوب، سابقه طولانی و محبوبیت در بین معامله‌گران شهرت پیدا کردن. معروف‌ترین ربات‌های فارکس آورده که در سطح جهانی شناخته شدن. اولی فارکس فیوری، دومی فارکس روبوترو و سومی GPS فارکس ربات. ویژگی‌های این GPS فارکس ربات رو نوشته از استراتژی‌های بازگشت استفاده میکنه، در صورت خطا با جهت مخالف وارد معامله میشه، مزایا ساده برای کاربران مبتدی، سابقه عملکرد بلند مدت، معایب کارایی پایین در بازارهای غیر قابل پیش بینی. اگه تو سایت همون GPS فارکس ربات نگاه بکنیم با قیمت $149 رباتشون رو به فروش میرسونن. من اینجا میخوام بهتون آموزش بدم تا بدون پرداخت هیچ هزینه‌ای این ربات رو با هوش مصنوعی برای خودتون بسازید. به نظرم میتونه خیلی هیجان انگیز باشه. پس با من همراه باش، ولی قبلش سابسکرایب و عضویت تو کانال تلگرام فراموش نشه. قبل از شروع بریم نتایج این ربات رو توی FX ربات و متاتریدر ببینیم. توی FX بوک حساب ریل داره و سودی که به دست آورده 396% سود داشته. با مبلغ $250 حسابش رو شروع کرده و رسونده به $1241. این داخل مای FX بوک قابل مشاهده است و میزان سود این ربات رو میتونید ببینید. و این هم قسمت استیتمنت ربات هست که باز با $250 شروع کرده و رسونده. این هم سودهایی که داشته و رسونده به مبلغ $3497 و این هم نمودار سودش هست. این اضافه کنم این ربات و چند تا ربات دیگر رو قبلا من تحلیل و بررسی کردم که اون ویدیو رو توصیه میکنم حتما ببینید. از روی استیتمنت من نحوه کار این ربات رو بهتون توضیح میدم. این ربات ببین از سال 2010 شروع کرده. در زمان صفر یک بای باز کرده با 0.03% روی یورو به دلار و تی پیش 50 پیپ هست و اس الش 880 پیپ. $1.5 هم سود کرده. باز روز بعدی ببین روز 17 در زمان در ساعت 0 یک بای باز کرده، سایز 300 روی یورو به دلار و تی پیش هم 50 پیپ، اس الش 880 پیپه. این ادامه داشته، بازم همین اتفاق افتاده در زمان 0 بای 300 یورو به دلار، همون شرایط. اینا همش با سود بسته شده تا جایی که رسیده به بای باز کرده با 300 یورو به دلار و این شرایطش با $26 منفی بسته شده، با ضرر بسته شده. ربات اومده وقتی این پوزیشن با ضرر بسته شده، یه پوزیشن دقیقاً بعد اون برعکس باز کرده، یعنی سل باز کرده با 15 صدم، یعنی 5 برابر این سایز 300 تی پی 190 پیپه و اس الش 2200 پیپ که اینجا سود $28 گرفته در مقابل ضرر $26. باز هم تاکید میکنم به خاطر ریسک این ربات ها حتما ویدیویی که در این زمینه ساختم سودهای نجومی با ربات های تریدر رو حتما ببینید و ریسک ربات ها رو در نظر بگیرید. خب بریم مراحل کار این ربات رو با هم یه بار مرور بکنیم. مراحل کار ربات: یک، یه پوزیشن بای باید باز کنه. هر روز ساعت 0 یک پوزیشن بای خواهیم داشت. حجم پوزیشنمون 0.03% و تی پیمون 50 پیپ، اس ال 880 پیپ. حالا در صورتی که بای استاپ بخوره چه اتفاقی میفته؟ یه پوزیشن سل باز میکنه، حجم پوزیشن 15 صدم، تی پی 190 پیپ، اس ال 2200 پیپ. خب همین دستورات رو بدیم به چت جی پی تی ببینیم نتیجه کار چی میشه. من برای چت جی پی تی نوشتم که ابتدا در ساعت 0 یک معامله بای باز کن، سایز معامله 3 صدم، حد سود 50 پیپ و حد ضرر 880 پیپ. اگه با سود بسته شد در ساعت 0 بعدی یک معامله بای با همان شرایط باز کن، یعنی در روز بعد. اگه با ضرر بسته شد بلافاصله یک معامله سل باز کن، سایزش بشه 15 صدم، حد سودمون بشه 190 پیپ و حد ضررمون 2200 پیپ. اگه معامله سل با سود بسته شد یا با ضرر بسته شد، برگرد و از ابتدا کد رو شروع کن. پس این پرامپتی که ما نوشتیم برای چت جی پی تی تا بتونه از روی این یک ربات بسازه. خب میتونیم این هم بهش بگیم که این کد رو برای MQL4 یا MQL5 بنویسه، چون کداش یکم با هم دیگه تفاوت داره. اینجا میتونیم حالت کنواس رو روشن کنیم تا برای اصلاح کد خیلی راحت‌تر بتونیم اقدام بکنیم. تا این کد داره نوشته میشه، من یه ویدیو داشتم در خصوص ساخت ربات با چت جی پی تی و هوش مصنوعی که اون رو حتما ببینید و ازش استفاده کنید. خب
کد رو برامون نوشت و کامل کرد. نوشته که این کد این شرایط اینجوری کار میکنه. در ساعت 0 هر روز معامله بای با سایز 300 حد سود 50 پیپ، حد ضرر 880 پیپ باز میکنه. اگه با سود بسته شد روز بعد مجدد بای باز میکنه. اگه با ضرر بسته شد بلافاصله معامله سل با سایز 15 صدم، حد سود 190 پیپ، حد ضرر 2200 پیپ باز میکنه. اگه سل با سود یا ضرر بسته بشه از ابتدا چرخه تکرار میشه، یعنی میره روز بعد دوباره یه بای باز میکنه. همین کد رو ببریم داخل متا تریدر و تستش بکنیم. در خصوص آپلود استراتژی و تست و اجرای استراتژی یه ویدیو دارم که اگر خواستید میتونم ببینید. خب اینو کپی میکنیم، ولی باز اینجا من توضیح میدم که چجوری آپلود میکنیم. میریم قسمت فایل، اوپن دیتا فولدر، MQL4 اکسپرت. یکی از این اکسپرت ها رو کپی میکنیم، اسمشو میذاریم GPS فارکس. همینو باز کنیم، کد کلا حذف میکنیم. کدی که چت جی پی تی به ما داده اینجا پیست میکنیم، کامپایل رو میزنیم تا اگر خطایی داشت به ما بده. 2 تا خطا داد، همین خطاها رو میدیم به چت جی پی تی تا خطاها رو برای ما رفع بکنه. ببین دوباره سریع کد رو اصلاح میکنه، با چه سرعتی اصلاح میکنه و کد جدید رو به ما میده. هشدار رفع شدن، کد اکنون مقدار بازگشت تابع رو بررسی میکنه. خب همین رو دوباره کپی میکنیم، میاریم اینجا، حذف میکنیم، کد جدید رو میدیم، کامپایلش میکنیم، خطا رفع شد. حالا میریم داخل متا تریدر، یه رفرشش بکنیم، کد بیاد اینجا. برای اینکه تست بکنیم قسمت ویو استراتژی تستر، گفتم اینا رو من توی ویدیوی دیگه به اسم 0 تا 100 ساخت ربات تریدر با کمک هوش مصنوعی توضیح دادم. میتونید اون ویدیو رو ببینید و کامل یاد بگیرید که چجوری میشه استراتژی رو توی متا تریدر تستش کرد. بیایم این قسمت اکسپرت ادوایزرز، خب که همون اکسپرت ربات رو از اینجا میاریم، جی پی اس فارکس اسمش هست، روی سیمبل یورو به دلار میذاریم میمونه چون استراتژی روی یورو به دلار کار میکرد. تاریخش رو دست نمیزنیم، از 2024 و زمانش هم روی 15 دقیقه است. همین رو میذاریم استارت بخوره ببینیم چه اتفاقی میفته، کار میکنه یا خطا میده. اگر خطا داد باید خطاهاشو رفع بکنه. نتایجمون یه بای باز کرد با 300 SL خورد. این یه ایرادی داره، ببینید بای با SL بسته شد و دوباره رفت بای باز کرد، در حالی که وقتی که با ضرر بسته شد باید یه سل باز میکرد. این اتفاق نیفت. خب بریم بس اینو اصلاح بکنیم. بعد بگیم به چت جی پی تی که وقتی بای بسته شد، اگر با ضرر بسته شد یه سل باز کنه، چون این اتفاق نیفتاد. خب بهش گفتم کد رو اصلاح کن، اگه با سود بسته شد در ساعت 0 بعدی معامله بای باز کن، اگه با ضرر بسته شد بلافاصله یه معامله سل باز کن. خب دوباره بهینه کرد. حالا نوشت، بذارید کپی کنیم ببینیم چه اتفاقی میفته. دوباره کامپایلش کنیم. خب خطایی که اینجا نداشت ببریم تو اجرا ببینیم چه اتفاقی میفته. دوباره استارتش بکنیم. خب من سرعتشو میتونم زیاد کنم ولی خیلی زیاد نمیکنم ببینم چه اتفاقی میفته. خب این بای که باید با ضرر بسته بشه، اینجا اومد وقت با ضرر بسته شد یه سل باز کرد. حالا ببینیم برای سل چه اتفاقی میفته. خب سلمون با سود بسته شد، یه اشتباه شد اینجا، یه اشتباهی که این کد داره. ببینید سلا رو پشت سر هم داره باز میکنه که نباید این اتفاق، یعنی ما گفتیم یه سل باز کن، اگر سود شد یا ضرر شد دیگه باز نکن، ولی این هی داره سل ها رو پشت سر هم باز میکنه. خب حالا بریم این خطا رو رفع کنیم، استوپش کنیم. خب به چت جی پی تی گفتم در معامله بای فقط یه پوزیشن باز میشه، این درسته، ولی پوزیشن سل پشت سر هم باز میشه، این اشکال رو رفع کن. دوباره میاد کد رو بازنویسی میکنه، میشه اشکال پوزیشن های پیاپی سل رفع شد. حالا فقط وقتی معامله بای با ضرر بسته میشه، هنوز معامله سل باز نشده باشه. اگه هنوز معامله سل باز نشده یه سل باز میکنه، بعد بسته شدن اون معامله سل روند از ابتدا آغاز میشه. خب چت جی پی تی تا اونجا که میتونه راهنمایی میکنه، خطا رو رفع میکنه، ولی ما باید پرامپت نویسیمون درست باشه. حتما اون ویدیویی که در مورد ساخت ربات با هوش مصنوعی داشتم رو ببینید، اونجا نحوه پرامپت نویسی صحیح برای اینکه کدمون درست باشه رو توضیح دادم. چون هر چقدر ما دقیق‌تر و کاملتر به هوش مصنوعی بگیم چی می‌خوایم، میتونه کاملتر اون کد ما رو بنویسه. خب کد کامل شد، دوباره بریم همینو کپی کنیم اینجا. اینقدر باید این خطاها رو به چت جی پی تی بدید تا رفع بکنه، تا اشکالی نمونه و کامل و درست اجرا بکنه. خب استارت رو بزنیم، بکنم دیگه این دفعه اصلاح شده باشه. خب یک بای باز کرد، این بای ما الان میخواد SL بخوره. ببین SL خورد، بعد یه دونه سل باز کرد. سلمون چه تیپی چه SL بخوره، باید روز بعد شروع کنه دوباره یه معامله بای باز کنه. ببینیم چه اتفاقی میفته. سلمون تیپی خورد، همون روز باز نکرد، رفت در ساعت 0 روز بعد یه معامله بای باز کرد. الان دیگه درست شد. در نهایت چی میشه؟ اینم نتایج معاملات.
اینم گرافمون، بله بد نیست. اینم گراف نتایج نمودارش. میبینید که پوزیشن هایی که باز شده بای وقتی که اسل خورده دوباره یه سل باز کرده و با اون جبران شده و همینطور رفته بالا. خب ربات الان آماده است، کد آماده شده، قابل استفاده است. فقط با هم خواستیم یه ربات معروف که الان توی سایت قیمتش گفتم $149 به فروش میرسه رو با هم کار کنیم، کدش رو بنویسیم. ولی باز دارم تاکید میکنم که مسئولیت استفاده از این کد و این ربات به عهده خودتون هست. قبل استفاده اگر خواستید استفاده کنید حتما ویدیوی ربات های تریدر منو ببینید. اونجا کاملا تجزیه و تحلیل کردیم هم این ربات و ربات های دیگر رو. بعد اون تصمیم بگیرید که میخواید از این ربات استفاده بکنید یا نکنید. به نظرم خیلی هیجان انگیز بود که تونستیم یه ربات تریدر $149 رو که یکی از معروف ترین ربات های تریدر تو جهان هست رو به صورت رایگان با کمک هوش مصنوعی بسازیم. لطفا برای ادامه راه منو سابسکرایب کنید و عضو کانال تلگرام من بشید. یه خبر خوب برای اونایی که نتونستن کد رو به صورت کامل بسازن. بعد اینکه سابسکرایب کردید و عضو کانال تلگرام من شدید، اگه حداقل 2 نفر رو به کانال یوتیوب و تلگرام من دعوت کنید و تصویرش رو در تلگرام برای من بفرستید، کد رو کامل در اختیارتون میذارم.